سرخط مهمترین خبرها. دادستانی کل از واردات غیرقانونی تجهیزات برقی خبر داد. صدها کشته و زخمی، افزایش صدمه‌های نقلیاتی در راه‌های تاجیکستان. روسیه در جریان عملیات نیلیگال 2023 هزارها مهاجر را اخراج کرده است. سلام بیننده عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 12 ایول است. یک نفر را در تاجیکستان با قاچاق صدها تجهیزات خوراکپزی و گرمایدهی متهم کردند. مقامات میگویند شخص با نسب منیازوف با مبلغ بیش از 2 میلیون سومانی محصولاتی را به سپاریدن زیاده از 270,000 سومانی انداز و باجی گمرکی از چین آورده است. در سرحد تاجیکستان و چین گذرگاه سرحدی عمل میکند. معلوم نیست این مقدار مال چگونه به نظارت گمرکی داخل کشور آمده است. بر اساس اطلاع رسمی که روز 10 ایول دسترس شد، به ضد این شخص پرونده جنایی گشودند و تحقیق ادامه دارد. در حالی که نظر گمانبر، نزدیکان و یا وکیل مدافعش دسترس نیست، مقامات میگویند منیازوف در یک انبار در کارخانه یخدان دوشنبه صدها تجهیزات تمغه زلتا، بوش و سامسونگ را نگاه می داشت. محصولات را در ماه‌های آگوست و سپتامبر سال 2022 آورده. مقامات از وجود آن ماه اپریل امسال خبردار شدند. شوکت میرزیویف رئیس جمهوری تازه انتخاب ازبکستان ضمن یک جلسه خود از فعالیت دو رئیس شهر و 10 حاکم ناحیه انتقاد و فرمانی برکناری آنها را صادر کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی رئیس جمهوری ازبکستان در تلگرام کانال خود اطلاع داده می نویسد که جلسه مذکور وابسته به جلب سرمایه خارجی به کشور دایر گردید و در آن شوکت میرزیویف از فعالیت دو رئیس شهر و 10 حاکم ولایت برای فراهم نآوردن شرایط مساعد جهت جلب سرمایه خارجی انتقاد کرده است. با دادستانی کل و پالاتای حساب دستور داده شد که فعالیت حاکمان مذکور سنجیده شده استواری قانون تامین کرده شود. می نویسد منبع. باید گفت شوکت میرزیویف درست قبل 9 ایول در انتخابات پرزیدنتی ازبکستان غالب اعلان شد و برای 7 سال دیگر پرزیدنتی این کشور انتخاب گردید. در جریان عملیات نیلیگال 2023 که مقامات حفظ حقوق روسیه راه اندازی کرده بودند، هزارها شهروند خارجی از قلمرو این کشور خارج شدند. در این باره نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه ایرینا ولک خبر داده گفته است که تقریبا 7000 شهروند خارجی اخراج شدند. او همچنین گفته که در جریان راه اندازی عملیات تقریبا 45000 حالت نقض قانون مهاجرت آشکار شده است. از این شمار بیش از 33000 نقض قاعده های ورود، خروج، عبور ترانزیتی و بودوباش شهروندان خارجی در قلمرو روسیه بوده است. دقیق نیست که در دایره عملیات نیلیگال 2023 چه تعداد از مهاجران کاری تاجیک بازداشت و اخراج شدند. بعضی از مهاجران تاجیک از آن شکایت دارند که با وجود درست و قانونی بودن سندهایشان بازداشت میشوند. پیشتر رسانه‌ها خبر داده بودند که در روسیه از 19 ایون عملیات نیلیگال 2023 شروع شده است، اما سنجش و بازداشت و فشار و راندن دست جمعی مهاجران تقریبا 2 ماه باز ادامه دارد. در نیم سال اخیر در ولایت ختلون 155 حادثه راه نقلیات ثبت شده است که در پی آن حدود 100 نفر به هلاکت رسیدند. اینچنین 160 نفر جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری شدند. مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی تاکید می‌کنند که یکی از سبب‌های اصلی صدمه‌ها در این ولایت با سرعت بلند راندن ماشین از سوی راننده‌ها بوده است. این حالت تنها در ولایت ختلون نبوده، تصادفی و صدمه‌های نقلیاتی در تمام راه‌های تاجیکستان افزوده است. در 2 هفته اخیر چند ماشین آتش گرفت و بعضی از رانندگان و مسافران جان باختند و عده‌ای مجروح شدند. مقامات همیشه برآمدن به مقابل راه را سبب دیگری تصادف می‌دانند. امیر ایسایف و اسکندر فیروز از راهگذران در دوشنبه پرسیدند که سبب صدمه‌های زیاد و مرگبار در چی است. مثلا ما از تجربه حیات همین گفتم میتونم که همه اولین سببش همین صدمه. اولین سببش به نظرم سرعت حرکت بلند میکنه، بعد اداره کرده نمیتونه، بعد ممکن صدمه صادر میشه. ماشین عیبدار نه، ممکن هوای گرم هم ممکن کمتر تاثیرش خود را برسونه. این نه راننده ها اوستو سعی میکنه خیلی نیدارزومی نمیشه واقعی خیلی هم و خیلی تکنیکای واقعی که تکنیکا нам гарантии نیست. عیب تکنیکا هم میشه و کو. По вине водителей, да, я считаю, что да. Плохо учатся, слушай. Может, они вообще не учатся? سراسیمه از صورتش کی میدونه؟ سراسیمه ده همه سراسیمه. نمیدونم کجا سراسیمه. خوندگی بنده. آدرنالین خواهد. سببش دام صبح روناندو
رونالدو تیزای میکنند قاعده رو رعایت نمیکنند وقتی سویتافور ماشینگارد که سبزه ممکن نیست که گذاشتنش میتونه میشه شرایطی که مثلا انا مخصوصا شخصا همون خود پیاده‌گرد میتونه که مثلا جریمه کنه در هر یک کار باید نگاه کنیم مثلا چی گپ چی خبره مثلا просто так برآمدن در کنیسه ما در وقتش خوندیم تو نخوندم ما در 10 سومون ما پروا گرفتگیم وقتی خوندم تموم کردم باز اکثریت مثلا شوفیرها رو میپرسیم میگه که ما یک گوسفند دادیم باشه سبب زیاد شدن صدمه‌های پرقربانی در چی است؟ اکنون هر یک شخص باید فکر عقیده خودش بیان کنه. ما همچون رونالدو بسیار حالت‌ها را می‌بینیم. اساس گناهکار خودی رونالدو است. همش نه. بسیار حالت‌هایی میشه که مثال مسافرکشان پیش از پیاده‌گرد که همون علامتی که پیاده‌گرد در نزد همون علامت می‌ایستند و آدم فرآورده مثال با آدم میگیرن. همون حالت‌ها بسیار صدمه‌ای میشه که آدم‌ها را میزنن مثال میگذرن. انا بعد خودی رونالدو تیز هایکنی سراسیمگی در همه حالات میشه. همچون رونالدو ما فکر عقیده خودم بیان کردم. در اینجا اساس خودی رونالدو است. دیگر یگان چیز دیگر نیست. ما خودم امید رونالدو خوندگی گرفتگی نکید رفتگی اشتراک کردگی نیست. این چیزا آزاد میگم. بسیار آدم‌ها همین خیلی همین گونه رفته میخرن کاتگوری بدورن بچه میخرن مثلا چیزو هست. یگان جای پنهانیش هم نیست همین آزاد میگم همین چیزا. بیننده‌های عزیز اگر شما نیز در رابطه با افزایش صدمه‌ها در کشور گفتنی دارید حتما زیر این ویدیو نویسید. قاسم جمعرت توقیف پرزیدنت قزاقستان قانونی را امضا کرد که بخش بلاگری را تنظیم و بلاگران را وادار می‌کند که خود را همچون شخصی حقوقی ثبت نام کنند. بنا به این قانون که از ماه سپتامبر سال جاری به اجرا می‌دراید کاربران معروف شبکه‌های اجتماعی وظیفه‌دار می‌شوند که از درآمدشان انداز پردازند. با جز این چنین کاربران وظیفه‌دار می‌شوند که محاسبات داشته باشند. برای پنهانسازی اطلاع بر دروغ با بلاگران قزاقستانی شخصانی واقعی اکنون جریمه مأموری در حجم $155 و شخصانی حقوقی $311 تهدید می‌کند. سبب قبول چنین قانون را وکیلان پارلمان آن کشور از یک جهت پر کردن بودجه از حساب بلاگران و از جهت دیگر مبارزه با پیرامیدهای مالی و فعالیت‌های خیریوی غیرقانونی عنوان کردند. حامیان حقوق در قزاقستان گفتند که این قانون شبیه قانون روسیه درباره فیک ها است. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیم می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی 12 ایول را فرا می‌گیرد. 12 ایول سال 2009 مقامات گفتند میرزا زیویف سابق وزیر حالت‌های اضطراری و فرمانده پیشین نیروهای مخالفین کشته شد. مقامات میرزا زیویف را برای گذشتن به سوی گروه مسلح نعمت عزیزов متهم در حمله به پاسگاه پلیس در ناحیه طویلدره ایبدار کردند ولی همسفان زیویف گفتند شرح رسمی سوال‌های زیاده ایجاد می‌کند. 12 ایول سال 2017 پارلمان به کارمندان حفظ قانون اجازه داد که در کار تفتیشاتی و اپراتیوی از اطلاع کامپیوتری و سایت‌های و شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. سال 2012 بکسابور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان گفت برای بازرسی سامانه‌هایی که درباره تاجیکستان می‌نویسند و یا دست به تحقیر و تهمت شخصان معروف می‌زنند یک گروه بازرسی تأسیس می‌دهد. این همه اقدام‌ها چون تلاش‌های قدم به قدم تحت نظارت درآوردن فعالیت‌های شهروندان در اینترنت انتخاب شده است. 12 ایول سال 2010 از شورای علما و امام خطیبان دعوت شد که مانعی به مسجد رفتن نابالغان شوند. سال بعد این را قانون هم منع کرد. مقامات گفتند برخی کودکان به جای مکتب به مسجد و مدرسه می روند ولی حامیان حقوق این را پایمالشوی آزادی‌های دینی نامیدند. قرب روبل روسیه نسبت به دیروز کمی بالا رفته است. امروز 12 ایول 1000 روبل با 121 سومونی برابر است. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان $100 آمریکایی برابر با 1092 سومونی و 100 یورو با 1199 سومونی عوض می شود. نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نوشتن نظر و پیشنهادات خود را با ما فراموش نکنید. تا فردا در همین وقت خیر، خدا نگهدار.